سرنگ اول بشن جورت و سوز. من از کلاب، من از استرافشان. من افضلشوی خاروقی، از خاروق، از بدخشان. سرود با زبان انگلیسی میشد ولی در ژانر خلقی. خمار آلا تلدی قایناپمدا. چی میشد خوراکی آشخانه افضلشو شدی؟ گوشتی برچه شیربوزه، دنبچه اشکتی. هم تو دیگه میپرتم صبح کارتشکای گوشت فرق نمیتونید، هر دوش یخل میشد. حلواده هم ده هم میپرتود کیف. دو دوست کی در صنعت همراهتونن. درگوی مو ایسی 100 روزه پاتری روبیا داود بودی 300 روبلی. جاز، روک یا رپ. وای اسفره آشش آش حقانه قندش خورد. چیزی اساسی که صنعتکار باید داشته باشد. هنر رو زباندونی آدم از همه جا شروع کرده میبرد. شهرت رو ساخته میشد، نکی آبرو رو ساخته نمیشه. من بسیار وطنم، ملتم، دولتم دوست می‌دارم و افتخار میکنم که من اولاد و اجدادی ابوعلی سینا هستم. سروده که شما رو بیشتر شناخته کرد. ای عشق کجا روانم، جواب این گفته نتانم. ای عشق در دام باز میخوانم با اشکی پنهان. ای